اداره دولتی نظارت بیطاری در شهر دوشنبه که مسئول نظارت حیوانات خانگی در پایتخت از جمله سگ‌های رئیس جمهوری تاجیکستان و طوطی‌های آزاد رحمان رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت بود برهم خورد. کار شعبه‌های این اداره در ناحیه‌های پایتخت نیز قطع گردیده 11 متخصص بیکار مانده است. مسئولان این نهاد تصمیم دارند که به شهرداری دوشنبه برای اصلاح وضع نامه شکایتی فرستند. صاحبان سگ و گربه در پایتخت هم میگویند هر سال حیوان خانگی خود را ایم می‌کردند و حالا نمی‌دانند به کجا مراجعه کنند. متخصصان هم میگویند فعال نبودن همچنین مرکز میتواند باعث به سر زدن بیماری‌های شود که از حیوانات خانگی سرایت می‌یابد. باباشا قرمشف رئیس اداره دولتی نظارت وترینری دوشنبه 12 اپریل به رادیو آزادی گفت روز گذشته پشت در ادارهشان مهر زده شد و درآمدن به آن منع گردید. وی گفت این اقدام از طرف کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری صورت گرفته است. حالا به عنوان رئیس شهر دوشنبه نامه نوشتند که به این مسئله توجه و برای بازنمودن در اداره مساعدت کند. حالا 11 متخصص بیکار مانده است. قرمشف افزود حالا یک مرکز خصوصی وترینری وجود دارد که نمیتواند تمام ناحیه‌های شهر را فرا گیرد. به قول او در شهر تقریباً 5000 نفر صاحب سگ و گربه و پرنده هستند. نظارت پره شهر کار سهل نیست، افزود او. در همین حال یک مسئول کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نزد حکومت که نخواست نامش برده شود گفت این نهاد به تازگی تأسیس یافته است و مرحله تغییرات ساختاری ادامه دارد. و افزود در دایره این تغییرات ساختاری متخصصان اداره دولتی نظارت بیطاری دوشنبه از سنجش یا اتستات گذرانیده شدند و در نظر است این اداره همچون شعبه در نزد کمیته فعالیت کند. در ماه دکبر سال گذشته مقامات از تأسیس کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری در نزد حکومت تاجیکستان خبر داده بود. این نهاد در زمینه ساختارهای برهم خورده خدمات نظارت دولتی بیطاری، خدمات نظارت دولتی فیتوسانیتری و کرانتین رستنی، خدمات نظارت دولتی زادپروری و بازرسی نظارت دولتی تخمی عمل خواهد کرد. عالم جمالوف یکی از کارمندان اداره نظارت وترینری پایتخت میگوید تا حال به آنها شرح ندادند که آیا ادارهشان دوباره فعال می شود یا نه. وی افزود اگر اداره نظارت بیطاری پوره برهم داده شود وضع بهداری و سانیتری در پایتخت وزین خواهد بود. بعضی سفیران کشورهای خارجی در دوشنبه سگ دارند از جمله سفیر آلمان و فرانسه. پیوسته واکسیناسیون میکنیم و شخصان بلندپایی کشور نیز از جمله پرزیدنت تاجیکستان سگ دارند. من آن را واکسیناسیون و پروفیلاکتیک میکنم. حالا 2 طوطی آزاد رحمان را هم تبابت میکنم. بجز این آزاد رحمان 2 سگ دارد که آن را هم نظارت میکنیم. نظارت بخش وترینری پایتخت مسئولیت جدی میخواهد، گفت عالم جمالوف. تقریباً 4 سال قبل اداره نظارت بیطاری دوشنبه معرکه دادن سند به سگ و گربه های خانگی را سر کرده بود که هدفش از بین بردن سگ های دیدو و هاری و گربه های بی صاحب در شهر است. حالا در پایتخت چند مغازه مخصوص فروش جانوران عمل می کند که برای خواهشمندان نمودهای خریدن ماهی و طوطی و خرگوش و موش را پیشنهاد می کند. قیمت هر جانور از 25 سومانی